هی سلام، چطوری؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که من بهتون یاد بدم که چجوری اگزیت 8 این گیم خفن رو روی گوشتون پلی بدید. اول باید گیم The Ghost رو دانلود کنید. بازی ترسناک موبایل، مولتی پلیر هست. گیم مودای خوبی داره، اما خب تعداد مپاش خورده کمه، 5 تاست. ولی خب داخل هر آپدیت مپ جدید رو اضافه میکنه و همینطور گیم مود جدید رو. وقتی که وارد شدید، همین الان که صفحه رو میبینید تو این آپدیت بازی اگزیت 8 اضافه شده. همونطور که دارید صفحه رو مشاهده میکنید. وقتی وارد گیم میشید باید اکانت بزنید. اکانتی که زدید سمت چپ پایین یا پلی یا رومز واسه وقتی که میخواید با دوستاتون پلی بدید. وقتی که روش میزنید سمت راست پایین کریت روم رو داره. کریت روم رو که بزنید میتونید خودتون روم بسازید و سمت راست بالا رو یه کدی بهتون میده که اونو اگه برای دوستتون بفرستید اوپن میکنه و میتونه بیاد داخل روم شما و با هم پلی بدید. و بخش پلی جایی که شما میتونید تنهایی پلی بدید. ستینگ روم هستش و میتونید تنظیمات رو بچینید. تا 5 نفر میتونید پلیر داشته باشید. اسم روم رو میزنید، گیم مود میذارید روی اگزیت 8. کدوم مپ آپارتمان. گیم مود زمانش محدوده و به زودی خواهد رفت. پرایوت روم یعنی مچ خصوصی. وقتی که همه اینا رو اوکی کردید روی کریت میزنید و مپتون ساخته میشه. گیم مود رو باید بذارید روی اگزیت 8. اگه میخواید تنهایی پلی بدید وارد بخش پلی بشید و اونجا میتونید خودتون استارت کنید مچتون و تنهایی پلی بدید. یعنی میتونید کیوک مچ بذارید تا اینکه خودتون شخصی یا تنهایی پلی بدید. از داخل قسمت روم هم میتونید رومای بقیه رو ببینید. حتی یه دونه اینجا ایرانی هم هست. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. بدرود. گیم پلیش هم احتمالاً بذارم، نمیدونم.
تو